به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری هستش که در سال 1380 توسط انتشارات نیلوفر در تهران چاپ شده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری، مجموعه داستان‌های او از سال 1339 تا 1377 است و مشتمل بر 36 داستان کوتاه می باشد که به ترتیب تاریخ چاپ در کتاب آورده شدند. نیمه تاریک ماه در ابتدا قرار بود توسط خود نویسنده در زمان حیاتش به چاپ برسد، اما متاسفانه با فرارسیدن زمان مرگ نویسنده این اتفاق رخ نداد و به کوشش همسر گلشیری فرزانه طاهری پس از مرگ وی گردآوری شده است. علیرغم اینکه گلشیری نویسنده‌ای صاحب نام و صاحب سبک و جزو روشنفکران بزرگ معاصر به شمار می‌آید و بسیاری از بزرگان او را بعد از صادق هدایت تاثیرگذارترین نویسنده ایرانی می‌دانند، اما این کتاب ارزشمند آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این امر نثر پیچیده گلشیری است که هر کسی نمی‌تواند با آن ارتباط برقرار کند. گلشیری اغلب به جامعه نگاه بدبینانه‌ای دارد و در اکثر داستان‌هایش می‌بینیم که یک نگاه آخرالزمانه‌ای وجود دارد. همچنین روی صحبت وی بیشتر به نظر می‌رسد که طبقات فرهیخته و روشنفکر جامعه است. گلشیری مشغله‌های نویسندگیش را به 6 دسته تقسیم کرده. 1. مشغله واقعیت و خیال. 2. سیاست. 3. گذشته و گذشتگان. 4. ابزار شناخت بودن ادبیات. 5. زبان و 6. ساختار داستان. به هر حال اینها نباید باعث شود تا خواننده از آثار گلشیری چشم‌پوشی کند. این مجموعه یکی از بهترین آثار ادبی مدرن به زبان فارسی است. وی خود این مجموعه را حاصل تمام زحماتش در حوزه داستان کوتاه می‌داند. مجموعه نیمه تاریک ماه با مقدمه مفصل به قلم گلشیری شروع می‌شود و نویسنده در آن پیرامون تجربه‌ها و عمری که در راه اطلاع ادبیات داستانی ایران سپری کرده با خوانندگان سخن می‌گوید. این کتاب در زمان حیات هوشنگ گلشیری قرار بود در 3 جلد جداگانه و با موضوعهای داستان کوتاه، رمان و نقد گردآوری و چاپ شود که با مرگ وی عملی نشد. مجموعه فعلی را فرزانه طاهری همسر هوشنگ گلشیری جمع‌آوری و منتشر کرده است. این کتاب به نقل از مقدمه کتاب حاصل تمام زحمت‌های گلشیری در عرصه داستان کوتاه است. داستان‌های این مجموعه به ترتیب تاریخ انتشارشان مرتب شدند و جز چند داستان معصوم 2، معصوم 4 حاوی تمام داستان‌های کوتاه نویسنده است. اما نوشته کوچک در مورد هوشنگ گلشیری. هوشنگ گلشیری زاده 25 اسفند 1316 در اصفهان و در گذشته 16 خرداد 1379 در تهران هستش. نویسنده معاصر ایرانی و سردبیر مجله کارنامه بود. مورخان ادبی وی را از تأثیرگذارترین داستان نویسان معاصر زبان فارسی دانستند. او با نگارش رمان کوتاه شازده حجاب در اواخر دهه 40 خورشیدی به شهرت فراوانی رسید.
این کتاب را یکی از قوی‌ترین داستان‌های ایرانی خواندند. گلشیری کارش را با آموزگاری در روستاها و سپس در اصفهان آغاز کرد. از سال 1353 تا 1357 به دعوت بهرام بیضایی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران استادی کرد. پس از انقلاب با تشکیل جلسات هفتگی داستانخوانی و نقد داستان از سال 1362 تا پایان عمر خود نسلی از نویسندگان را پرورش داد که در دهه 70 خورشیدی به شهرت رسیدند. او همچنین عضو کانون نویسندگان ایران و از بنیانگذاران حلقه ادبی جنگ اصفهان بود. اما قسمت‌هایی از این کتاب زیبا رو برای شما میخونم. تو رفته بودی نان بگیری یا نمیدانم سبزی. صبح اول وقت یکی تلفن کرد، گفت 2 جوان قرار گذاشتن سر 5 عصر وسط میدان ونک برقصن. من اول زنگ زدم به 2-3 جا. همینطور شماره میگرفتم و همین را میگفتم. یکی هم به خودم زنگ زد و گفت. من هم غلطیدم و خودم را انداختم پایین و همینطور سینه خیز رفتم تا کنار پنجره و بالاخره بلند شدم. دلم گرفت والا. پشت این همه پنجره یکی نبود. مردن مگر این مردم؟ بعد هم که دست دراز کردم و به هر وزاریاتی بود پنجره را باز کردم و روی این 2 آرنجم خودم را کشیدم بالا که مثلا این نیمکت پایین ساختمان را ببینم. دیدم که خالی است. آن یکی هم که جلوی ورودی 3 هست خالی بود. کجا هستن این جوانها که 2 نمی آیند روی این نیمکت زیر این پنجره ما بنشینن؟ دخترک آن سر و پسر این سر و بعد هی یکی روی چوب نیمکت به ناخن خط بکشد و بپرسد خب چطوری؟ اما که چی؟ وقتی آدم 15 سال همه‌اش خواب باشد و همه‌اش فکر کند باید بدود، باید برود، باید بپرسد و نتواند حتی قدم از قدم بردارد، نتواند حتی اسخرش را صدا کند، من چه کار میتوانم بکنم؟ چه کار میشود کرد؟ وقتی آنطور نشسته است روی لبه سرد و سنگی باغچه، پشت به در خانه، طوری که انگار هرگز نمی آید. انگار که حق با اشرف و سادات است و من هم باید بروم. آنجا کنار او روی لبه باغچه بنشینم و بی صدا حتی گریه نکنم. کاسه خون و ریشش نتراشیده، چنباتمه می نشیند، کلاهش را بر می دارد، می گذارد روی کاسه زانویش و با مشت می کوبد روی زمین که باز هم نشد. می گوییم این دفعه هم؟ می گوید هرچی بگویید برایش خریدم، با دست خودم بهش قند و نبات دادم، روزی 2-3 ساعت باش حرف زدم، نشاندمش روبروی آینه، اما نشد که نشد. هر وقت حسن آقا رو میبینم میگویم خب چطور شد؟ موفق شدی؟ میگوید نه نشد. باز قارقار کرد. میگوید من فقط یک توتی میخواهم که باهاش حرف بزنم، درد و دل کنم، اما این توتی های حسین آقا آدم چه بگوید؟ دریغ از یک کلمه، دریغ از یک حسن آقای خشک و خالی، همینطور که من و شما میگوییم. اینها فقط بلدن قارقار کنند، قارقار. آن وقت باز می رود سراغ حسین آقا، یک توتی تازه می خرد. چند هفته یا حتی 1-2 ماهی، سالی پیدایش نمی شود که نمی شود. بعد یک دفعه می آید چشمهایش سرخه سرخ. چنار. نزدیکی های غروب بود که مردی از یکی از چنارهای خیابان بالا می رفت. 2 دستش را به آرامی به گره های درخت بند می کرد و پاهایش را دور چنار چنبره می کرد و تنه خشک و پوسیده چنار به بالا می خزید. پشت خشتک او 2 وصله ناهمرنگ دهنکجی می کردند و ته یک لنگ کفشش هم پاره بود. مردم که به مغازه ها نگاه می کردند برگشتند و بالا رفتن مرد را
تماشا کردند. زن جوانی که بازوهای بلورینش را بیرون انداخته بود دست پسر کوچک و توپلمپلش را گرفت و به تماشای مرد که داشت از چنار بالا و بالاتر میرفت پرداخت. جوان قد بلندی با 2 انگشت دست راستش گره کرواتش را شل و سفت کرد و بعد به مرد خیره شد. آنگاه برگشت و نگاهی را روی بازو و سینه جوان لغزاند. سوراخ‌های آسمان با چند تکه ابر سفید و چرک وصله پینه شده بود و نور زرد رنگ خورشید نصف تنه چراغ را روشن می‌کرد. مرد که کلاه شاپو بر سر بود با تعجب پرسید: برای چی بالا میره؟ مرد خپله و شکم گنده‌ای که پهلوی دستش ایستاده بود زیر لب غر زد: نمیدونم، شاید دیوونه است. جوانک گفت: نه، دیوونه نیست، شاید میخواد خودکشی بکنه. مرد قد بلند و چاقی که موهای جلوی سرش ریخته بود با اعتراض گفت: چطور؟ کسی که خودکشی میکنه دیوونه نیست؟ پس میفرمایین عاقله؟ پاسبانی از میان مردم سر درآورد و با صدای تو دماغیش پرسید: چه خبره؟ اما مردم هیچ نگفتند. فقط بالا را نگاه می‌کردند. مرد تازه از سایه رد شده بود و آفتاب داشت روی کت‌شلوار خاکستریش می‌لغزید. پاسبان که از بالای درخت رفتن مرد آن هم در روز روشن عصبانی شده بود با تومش را محکم توی مشتش فشرد و داد زد: آهای یابو، بیا پایین. اون بالا چی کار داری؟ مردی که تازه خودش را میان جمعیت جابجا می‌کرد ریز خندید. پاسبان برگشت و زل زد به او، نگاه کرد و دستش را روی باتومش لغزاند و دوباره چشم‌های ریزش برگشت و روی مردم سرخ شد. بعد غر زد: چه خبره؟ مگه نون و حلوا قسمت میکنن؟ آنگاه چند نفر را هول و هیل داد و برگشت. مرد را که به بالای چنار رسیده بود نگاه کرد. با 2 انگشت دست راستش نوک سبیلش را که روی لب پایینیش سنگینی میکرد تاب داد و ساکت ایستاد. زن ژنده پوشی که بچه‌ای زردنبو به کولش بود توی جمعیت ولو شد. دستش را جلوی یکی دراز کرد و گفت: آقا، 10 شاهی. اما وقتی دید همه بالا را نگاه میکنند او هم نگاه تو خالیش را روی درخت لغزاند. مفت بچه‌اش مثل 2 تا کرم سفید تا روی لب پایینش لغزیده بود. زن چادر به سری که 2 تا بچه قد و نیم قد دنبالش می‌دویدند از آن طرف خیابان به این طرف دوید و وقتی مرد را بالای چنار دید گفت: وای، خدا مرگم بده، اون بالا چی کار داره؟ جوون مردم حالا میفته. هیچ کس جوابی نداد. فقط زن گدا دستش را جلوی مردی عینکی که با سماجت داشت مرد را بالای چنار میپایید دراز کرد و گفت: آقا، 10 شاهی. بچه‌اش با چشم‌های ریز و سیاه مردم را میپایید و با نوک زبانش مفش را می‌بوسید. دست‌های کثیف و زردش را که استخوانی و لاغر بود تکان میداد. چند تار موی سیخی از زیر لچک سفید و کثیفش بیرون زده و روی صورتش ولو بود. زن گدا چادر نمازش را روی سرش جابجا کرد. 4 قد چرکتابی که موهایش را پنهان میکرد. با سنجاق زیر گلویش محکم شده بود. مرد عینکی به آرامی گفت: خوبه یکی بره بالا بگیردش تا خودشو پایین نندازه. جوانک گفت: نمیشه، تا وقتی یکی به اونجا برسه اون خودشو تو خیابون انداخته. بعد به زن گدا که جلوش سیخ شده بود گفت: پول خورد ندارم. ماشین ها یکی یکی توی خیابان ردیف می شدن. از سواری جلویی دختر جوانی سرش را بیرون آورده بود و مرد را که داشت بالای چنار تکان می خورد می پایید. مرد شکم گنده‌ای که کراوات پهنی زیر یقه سفیدش آویزان بود از سواری پایین آمد و به جمعیت نزدیک شد. چند پاسبان از راه رسیدند و در میان مردم ولو شدند. پاسبان‌ها مردم را متفرق کردند، اما مردم عقب و جلو رفتند و دوباره جمع شدند. مرد چاق کرواتی از پاسبان سبیلو پرسید: چه خبره؟ اون مردی که بالای چنار چیکار داره؟ پاسبان
با ترس و پاشنه پایش را محکم به هم کوبید و سلام داد. بعد زیر لب گفت جناب سرهنگ میخواد خودکشی کنه. مردم نگاهشان را اول به پاسبان سیبیلو و بعد به مرد چاق خوشپوش دوختند و آن وقت دوباره سرگرم تماشای مرد شدند که از بالای درخت خم شده بود. از پشت جمعیت صدای روزنامه فروشی در فضا پخش شد. فوق‌العاده امروز قتل 2 زن فاحشه به دست یک جوان، فوق‌العاده یک قران. بعد از اندک زمانی صدای روزنامه فروش برید. فکری توی کلم زنگ زد. سرم را بالا کردم و داد زدم آهای عمو، اینجا ما یه پولی برات جمع میکنیم، از خر شیطون بیا پایین. صدایم از روی سر جمعیت پرید. بعد دست کردم توی جیبم. 2 تا 1 تومانی نقره به انگشت‌هایم خورد. آنها را درآوردم و انداختم جلوی پایم. یکی از سکه ها غلتید و زیر پای مردم گم شد. مردم همدیگر را هل دادند تا وقتی پول پیدا شد. آن وقت هر کسی دست کرد توی جیبش و سکه‌ای روی پولها انداخت. پولها جرینگ جرینگ روی هم صدا می‌کرد. مرد خپله هرچه جیب‌هایش را گشت پولی پیدا نکرد. بعد آهسته اما طوری که من بشنوم گفت بختکی شانس، پول خوردم ندارم. زن چادر به سر کیسه چرک گرفته‌اش را از زیر جورابش بیرون کشید و 2 دهشایی سیاه شده از آن در آورد و انداخت روی پولها. یک دفعه صدای مرد از بالای درخت مثل صدایی که از ته چاه به گوشم برسه توی گوش مردم زنگ زد. من که پول نمیخوام، پولاتون رو ببرین سر گور پدرتون خرج کنین. صدایش زنگدار بود اما مثل اینکه میلرزید. دیگر کسی پول نینداخت. زن گدا به پولها خیره شد. بعد از میان مردم غیبش زد. مرد شیک‌پوش چیزی به پاسبان سبیلو گفت. پاسبان برگشت و رو به بالا داد زد آهای عمو بیا پایین، جناب سرهنگ حاضرن کمکت کنند. افسر قد کوتاهی که سبیل نازکی پشت لبش ثبت شده بود از پشت به مردم فشار می آورد و آنها را پس و پیش می کرد. وقتی جلو رسید سر پاسبانها داد زد زود باشین اینا رو متفرق کنیم. صدای مرد از بالای درخت به پایین لغزید. خاک بر سرتون بکنم، من صدقه نمیخوام. افسر تازه رسیده بالا را نگاه کرد و بعد از پاسبانها که خبردار ایستاده بودند پرسید اون بالا چه کار داره؟ یکی از آنها زیر لبی گفت میخواد خودکشی کنه. افسر گفت خب خودکشی جمع شدن نداره، یالا اینا رو متفرق کنیم. بعد رو به مردم کرد و داد زد آقایون چه خبره؟ متفرق بشین. در این وقت یک دفعه چشمش به سرهنگ افتاد. خود را جمع و جور کرد و محکم خبردار ایستاد و سلام داد. پاسبان‌ها توی مردم ولو شدند. صدای سوت پاسبان‌های راهنمایی که ماشین‌ها را به زور وادار به حرکت می‌کردند توی گوش آدم صفیر می‌کشید. پول‌ها زیر دست و پای مردم می‌رفت و بعضی‌ها خم شده بودند و پول‌ها را جمع می‌کردند. زن جوان که جا برایش تنگ شده بود بچه‌اش را برداشت و از میان جمعیت بیرون رفت. پسرک جوان هم پشت سر زن غیبش زد. یکی از پشت سرش رو دماغی غرید چطور میشه گرفتش؟ مگه توپ کاشیه؟ بعد دستمالش را جلوی بینیش گرفت و چند فیل محکم توی دستمال کرد. مردم اخم کردند اما او بی‌اعتنا دستمالش را مچاله کرد و چوپان توی جیبش و باز به بالای درخت خیره شد. در طرف دیگر جمعیت جوان 4 شانه‌ای که سیگار دود میکرد گفت اگرم بیفته 2-3 تا رو نفله میکنه، اما مثل اینکه عین خیالش نیست، داره مردم رو نگاه میکنه. بعد به مردی که از پشت سرش فشار می آورد گفت عمو چرا هول میدی؟ مگه نمیتونی صاف وایسی؟ مردی که بچه‌ای به کول داشت سعی میکرد بچه موبور را متوجه بالا کند. بابا جون اون بالا رو ببین، اونهاش روی چنار نشسته. این طرفتر آقای لاغرندامی خودش را با یک مجله‌ای که عکس یک خانم سینه بروری و خندان روی جلدش بود باد میزد. پشت چنار مردم از روی شانه همدیگر سرک می‌کشیدند. ماشین‌ها پی در پی رد می‌شدند و از پشت شیشه‌های اتوبوس
مسافرهای بالای چنار را نگاه می‌کردند. پاسبان راهنمایی مرتب سوت می‌کشید. چند پاسبان هم میان مردم می‌لولیدند. از پشت جمعیت صدای شوخ جوانکی بلند شد. یارو به خیالش چنار امامزاده است، رفته مراد به طلبه. دوباره داد زد: آهای بابا جون، به پا نیفتی، شست پا تو چشت میره. چند نفر اخم کردند. صدای جوانک برید. بعضی‌ها تک تک غرغری کردند و از میان جمعیت بیرون رفتند. تازه رسیده ها میپرسیدند: آقا چه خبره؟ بعد به بالای چنار نگاه میکردند. روشنایی کمرنگی روی تیرهای چراغ برق دوید. چند دوچرخه سوار در خیابان آن طرف پیاده شده بودند و به این طرف می آمدند. پاسبان راهنمایی آنها را رد می کرد. گاهی صدای خالی شدن باد دوچرخه توی هوای خفه حسی می کرد و خاموش می شد. بعد هم غرغر دوچرخه سوار توی گوشها پرپر می کرد. مرد بالای چنار تکانی خورد و خم شد. بعد دستهایش را به یک گره چنار محکم کرد و دوباره سر جایش نشست. صدا از جمعیت بلند نمی شد. همه بالا را نگاه می کردن. یک دفعه مرد خپله زیر گوشم ونگ ونگ کرد. حالا خودشو پایین نمیندازه، میذاره خلوت بشه. از روی سر جمعیت سرک کشیدم، دیدم اتومبیل سواری رفته و خیابان تقریبا خلوت شده. ولی پیاده رو وسط از جمعیت پیاده و دوچرخه سوار سیاه شده بود و صدای پچ‌پچشان به این طرف می‌رسید. خسته شدم. چند دفعه پا به پا کردم و آخر به زحمت از میان جمعیت بیرون رفتم. چند دختر پشت جمعیت ایستاده بودند. یکی از آنها خیلی قشنگ بود. خال سیاهی بالای لبش داشت. برگشتم و بالا را نگاه کردم. دیدم مرد پشتش را به خیابان کرده بود و این طرف پشت مغازه‌ها را نگاه می‌کرد. خسته و گیج تمام خیابان را پیمودم. وقتی برگشتم دیدم جمعیت کمتر شده، اما مرد هنوز نوک درخت نشسته بود. همان نزدیکی‌ها یک بلیت سینما خریدم و میان مردم گم شدم. اما دائم عکس مردی که روی صفحه سیاه خیابان پخش شده بود و از دو سوراخ بینیش دو رشته باریک خون بیرون میزد، پیش رویم توی هوا نقش می‌بست و بعد محو میشد. باز دوباره همان هیکل ژنده‌پوش با سر شکسته و مغز پخش شده میان خیابان رنگ می‌گرفت و زنده میشد. از فیلم چیزی نفهمیدم. وقتی بیرون آمدم در خیابان پرنده پر نمی‌زد، اما دکان‌ها هنوز باز بود. جمعیت توی خیابان پخش شده بود. شاگرد شوفرها با صدای نکره‌شان داد می‌زدند: مسجد جمعه پهلوی، آقا میای؟ بدو. به چنار که رسیدم دیدم دور و برش خلوت بود و مرد هم بالای آن دیده نمی‌شد. روبروی چنار دو مرد ایستاده بودند و با هم حرف می‌زدند. از یکیشان که وسط سرش مو نداشت و دستهای پشمالوش را تا آرنج بیرون انداخته بود پرسیدم: آقا ببخشین، اون مردک خودشو پایین انداخت؟ مرد سرتاس نگاه بیحالش را روی صورتم دواند و گفت: آقا حوصله داری؟ وقتی دید خیابان خلوت شده پایین اومد. بعد خواست بره، اما مرد پهلودستیش که انگار 7 ماهه به دنیا آمده بود پرسید: راستی اون برای چی بالای چنار رفته بود؟ رفیقش جواب داد: نمیدونم، شاید میخواست خودکشی بکنه، بعد پشیمون شد. شاگرد دکان که پسرک جوانی بود در حالی که میخندید سرش را از مغازه بیرون کرد و گفت: حتما فیلمو تماشا میکرده. مردک بی‌حوصله گفت: لعنت بر شیطون حرامزاده، حالا باید کنج زندون سماق بمکه تا دیگه هوس نکنه فیلم مفتی تماشا کنه. فردا صبح چند سپور شهرداری چنار کهنسال خیابان چهارباغ را می‌بریدند. داستان بعدی ملخ هستش. ساعت 7 صبح بود که راه افتادیم. بارها را که فقط 3 ساک بود گذاشتیم توی خورجین یکی از خرها و دنبال جاده را گرفتیم. آنها 3 نفر بودند. یکی که خرها را می‌برد به ایشون، 2 تای دیگه هم با هم برادر بودند و مثل ما بارهاشان را گذاشته بودند روی یک خر. برادر بزرگتر چشم سبز و خنده‌رو بود و آن یکی جوان و بلندقد با چهره‌ای که مثل صخره سخت و گوشه‌دار بود.
تازه توی چشمهای نیمه بسته و زیر پوست سوخته شدهش یک چیز بون میخورد که آدم مرورش میشد و میرفت توی نخ اینکه ساعتش را بگذارد توی جیبش و پولهایش را یک جایی گم و گور کند. هر سه تاشان کلاههای دو گوشی سرشان بود و یکی یک چوب داشتند که میگذاشتند پشت گردنهاشان و مثل وقتی که میخواهند چوب بازی کنند مچ دستهایشان را روی چوبها انداخته بودند. راه افتادیم. آنها پشت سر 4 تا خر بودند و ما به دنبالشان لابلای یک پرده خاک. این طرف آب باریکه یک چشمه بود و یک بیشه کبود و دست دراز تپه‌های پوشیده از بوته‌های روشن و گود. وقتی پیچیدیم پرده‌های خاک غلیظتر شد و محمد را افتاد از میان خرها و رفت جلو و از همانجا بود که برادر بزرگتر شروع کرد. کی گفت اصفهان رو ول کنین؟ بیان بیابون خاک بخورین؟ من گفتم میخواستیم ببینیم شما تو این بیابونا چطور زندگی میکنی؟ خندید، بلند خندید. چوبش را از پشت گردنش برداشت و خرها را هنج کرد. زندگی ترک دست خر که بیاین ببینین. ترک که آدم نیست، همه‌اش راه برو، همه‌اش جون بکن. راست میگفت. از بلندی قدمهاشان میشد فهمید که راهها چقدر طولانی است و سیاهی کوهها چقدر دور از هم ایستادند. چپاقش را روشن کرد و شروع کرد به ترکی حرف زدن با کاظم که خرها را میراند. برادر کوچکتر حرف نمیزد، اما گاه گداری موج خنده توی صورتش رها میشد و همانجا میان تخت سنگ‌های قالب صورتش رسوب میکرد. کلاه دو گوشیش نونوار بود، اما سرشانه‌های کتش پاره شده بود و اپل کد زده بود بیرون. بدنش نرمش عجیبی داشت، مثل بازیگرانی راه میرفت که توی چوب بازی میخواهند حریف را غافلگیر کنند و چوب را روی مچ پایش بچسبانند. روی انگشت‌های پایش بلند میشد و چوب را پشت گردن ستبر و سیاه شدهش تکان میداد. محمد جلوتر میرفت. همیشه همینطور بود. اول جلو میرفت و پشت سرش را هم نگاه نمیکرد. وسط‌های راه که از نفس میافتاد کم کم میکشید عقب. آن وقت نوبت ما بود که بایستیم تا برسد یا فقط لندش را بشنویم که دیوونه ها مگه سر میبرین؟ یکم آهسته برین. آخه چند تا که با هم یه جا میرن باهاست تا آخر کار با هم باشن. اسم برادر بزرگتر علی جون بود و آن یکی که خرها را میبرد به ایشون کاظم. اما اسم برادر کوچکتر را حتی مشکاظم یادش رفته بود. میگفت نمیدونم، شاید سهراب باشد، شایدم لهراست. باورشان نمیشد که ما بتوانیم آن همه راه را تاب بیاوریم. علی جون گفت خیلی راهه، عاجز میشیم. من گفتم ما خیلی راه رفتیم، این راه واسمون چیزی نیست. باز خندید و شروع کرد به ترکی حرف زدن و محمد که جلوی خرها میرفت پا سست کرد. وقتی خرها رسیدن دستش را گرفت و دم بینیش و گفت ما همش کوه میریم، هر روز جمعه تمام کوههای دور و بر اصفهان رو رفتیم. این لقمه پیش اونا چیزی نیست. غرورش جریحه دار شده بود و من ترسیدم که نکند با همه این باد و برودها زه بزنیم و شروع کردم با صادق حرف زدن. هر حرفی که دم زبانم سبز شد بعد کشید به بحث و تپه ها به هم نزدیکتر شد. به سرچشمه آب که رسیدیم علی جون گفت خیلی آب بخورین، تا 2 فرسخ دیگه آب نیست. خودش روی زمین دراز کشید و آب خورد و آن 2 تای دیگر هم. محمد در فلاکس را که روی دوشش بود باز کرد و من و صادق با مشهامان آب خوردیم. وقتی راه افتادیم باز به ترکی حرف زدند و خندیدند. تپه‌های کنار راه پر از بوته‌های سبز یوشن بود و راه میان تپه‌ها و بوته‌ها گم می‌شد. چند تا کوه در افق دوردست سیاهی می‌زد و ما هم باید می‌رفتیم پشت آن کوه‌ها. آفتاب توی آسمان آبی بیداد می‌کرد. چند تپه دیگر را که پشت سر گذاشتیم محمد از خرها و 3 ترک عقب افتاد و آنها یک تپه جلو افتادند و من دیدم که داریم زه می‌زنیم. آن وقت الکی به حرف افتادم.
وقتی رسیدیم به ترکا، علی جون سوار یکی از خرها بود و داشت چپقش را دود میکرد. توی چشمهای سبزش خنده موج میزد و خون میشد فهمید که دارد دنبال نخ خاطراتش را میگیرد. سر تپه روبرو که رسیدیم باز از سر گرفت. شهر رو ول کردین اومدین بیابون چی ببینین؟ اومدین آفتاب بخورین، خاک بخورین؟ تا آن تپه 2 فرسخ راه بود با آن همه سرازیری و سربالایی. دانه‌های درشت عرق روی پیشانی و دور کلاه محمد برق می‌زد. صادق نقاب کلاهش را کشیده بود روی پیشانیش و لب‌های من خوش شده. من گفتم ما اونقدرها هم نازک نارنجی نیستیم و یادم آمد آن پیاده روی 8 فرسخی که شرط بستیم و بردیم وفای من تا 1 ماه بعد پر از تاول بود. صادق گفت شما رو خر نشستین، قبول نیست. باز بیایم پایین با هم راه بریم تا ببینیم کی خسته میشه. و خندید. علی جون هم خندید و به تپه ها و راه و به سیاهی کوههای دوردست نگاه کرد. این ساعت رو چند خریدی؟ تازه علی جون چشمش افتاده بود به ساعت پت و پهن محمد که روی مچ سوختش برق می‌زد. محمد رفت تو فکر. 100 تومن، 110 تومن. من نگاه کردم و به تپه ها و آهسته زمزمه کردم. محمد گوشی دستش آمد، اما حالا کهنه شده. یه 20 تومن بیشتر نمیارزه. و صادق به حرف افتاد. نگرانی زیادی هم نداشتیم برای اینکه وقتی کافرچی توی ده اینها را پیدا کرد که می آمدن به ایشون 1 ربع ساعتی با آنها ترکی حرف زد و حتما گفته بود که اینها می روند سر انوشیروان پسر امیر فرج خراب بشوند و ترک ها حتما فهمیده بودند که ما بیگدار به آب نزدیم. به صادق گفتم طوری نیست، کاری نمیتونم بکنم. ما 3 تاییم، اونام 3 تا. و ته دلم شور زد. چی؟ با این چوباشون؟ تازه اگر خرامونم بردن کی میتونه پس بگیره؟ بردن که بردن. آن وقت متوجه شدم که ساعتش از همان وقتی که راه افتادیم روی مچ دستش نبود. صدای هواپیما که از دور دست ها بلند شد محمد گفت ماشین و پاش سوس شد و من رفتم توی فکر که ترک ها چقدر باید راه بروند. بعد فهمیدیم که هواپیماست و من به علی گفتم هواپیما دشمن جون ترک. چوبقش را که فقط 1 تکه چوب بود خالی کرد و با چشمهای سبز و خندانش حاشیه آسمان آبی را دید زد. ترک از هواپیما نمی ترسه. وقتی هواپیما میاد ترک میره رو کوه و اشاره کرد به کوهی که داشت توی افق سبز می شد. هواپیما میاد روی کوه، اون وقت ترک چی میکنه؟ ترک میره پشت سنگ. هواپیما هر چی میخواد بمب بریزه ترک در نمیاد. و خندید. کاظم خرها رو تندتر راند و شیار خنده دوید روی لبهای سوخته سهراب. صدای هواپیما که گم شد صادق پرسید شما کجا میرین؟ میریم ایشوم خودمون. 3 فرسخ بالاتر از جرکمون. شما زود میرسیم. ما باز تا شب راه بریم. ما میخواستیم برویم جرکان یا جرکان که 4 فرسخ راه بود. من پرسیدم نزدیک شیراز بودین دنبال گله؟ نه، نزدیک آباده قاسنی جمع میکردیم. و نگاهش را انداخت به راه و شروع کرد با برادرانش ترکی حرف زدن. بعد از محمد که باز داشت عقب میافتاد پرسید شما نمیدونین قاسنی تو شهر من چنده؟ نه. اول من 70 تومن بود اما حالا یه دفعه شده 30 تومن. من گفتم مگر اینجا قاسنی پیدا نمیشه که باز برین آباده؟ رو اون کوها پیدا میشه اما کمه. آباده خیلی هستن. رفتیم جلو. صادق تشنه شده بود و اگر جلو ترک‌ها آب میخوردیم پاک کنف میشدیم. 1 تپه که جلو افتادیم محمد در فلاکس را باز کرد و ما توی سرازیری همانطور که راه میرفتیم گلوهامان را تر کردیم و محمد افتاد به حرف و من و صادق فقط توی نخ راه بودیم و آسمان آبی و گونها و ترک‌ها که داشتن از پشت سرمان می آمدن و حالا 2 تاشان نشسته بودن روی خر و یکی داشت خرها را می رفت. جاده می رفت روی تپه ها و آن دورها سیاهی چند کوه بود. اول روی تپه سیاهی چند رأس خر سبز شد. وقتی رسیدن 2 تا ترک بودن با 3 تا خر که کاه بارشان بود. محمد گفت
خسته نباشین. سلامت باشین. و چشماشان ما را پایید که پیاده می رفتیم ایشون. بعد یک سوار پیاده شد. پیرمرد بود و رشید، با لباس تمام عیار قشقایی ها و زین و یراق اسب. چهرهش سوخته بود و موهای سفیدش از زیر کلاه خسروخانی زده بود بیرون. خسته نباشین. سلامت باشین. کجا میرین؟ ایشون. سیگار دارین؟ هیچ کدام سیگاری نبودی. نه، باز ببخشین. پاشنه زد و رفت پهلوی ترک‌ها که از عقب می آمدن ایستاد و چپق علی جون را دود کرد. از تپه که سرازیر شدیم من گفتم خیلی جلو افتادیم، باز صبر کنیم برسن. کنار جاده نشستیم. روی چند تا سنگ و یکی یکی قلوب آب خوردیم و من میان سنگ‌ها یک ملخ پیدا کردم قد یک انگشت شست. صادق گفت ببریم شهر، چیز عجیبیه. ترک‌ها که آمدن صادق آبشان داد. راه که افتادیم ملخ توی جیب من بود و من سنگینی آن را توی جیبم حس می‌کردم و سوزش رانم را و تلاش ملخ را که از آستر جیبم می‌آمد بالا. روی تپه بعدی که بود باز علی جون از سر گرفت. اینجا گردن است. ترک میسته، چوب میگیره دستش. هی کجا میری؟ و چوبش را تکان داد و من جمله‌اش را درست کردم. برنو میگیره دستش و با دستم نشانه رفتم و چشم چپم را بستم. چشمهایش برق زد. ترک دیگه برنو نداره، فقط چماق داره. راه که افتادیم ترک‌ها شروع کردن به ترکی حرف زدن و ما هم آرام آرام انگلیسی گپ زدیم. تا حالا 3 فرسخ آمده بودیم و خورشید درست وسط آسمان بود، اما نسیم که میوزید و بوته‌های سبز را میلرزاند آدم سبک میشد و بوی صمغ یوشنها را تا توی ریه‌هایش حس میکرد. بیایین سوار بشین، خسته شدیم. و این داستان طولانی هستش و زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این برای شما بخونم. هر موقع که حس کردین نیاز دارین که یک کتاب داستان رو دستتون بگیرین، حتما کتاب نیمه تاریک ماه رو دستتون بگیرین و یه داستانش رو بخونین و باز برای دفعه بعدی داستان‌های بعدی. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.